سلام به همه، وقتتون بخیر و امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعضا سوال پیش میاد راجع به این که نیاز هستش در مدل سازی یک مسئله اپتیمیزیشن به دلایل مختلف از جمله نیاز به خطی سازی مدل یک متغیر اینتیجر یا عددسعی تبدیل بشه به مجموعی از متغیرهای باینری. راجع به این در واقع تبدیل صحبت میکنیم و همچنین خب میگم کاربرد اصلیش معمولا اینه که ضرب متغیر عددسعی در حال یک متغیر پیوسته یا یک متغیر عددسعی دیگه با این تبدیل به در واقع یک سری عبارت‌های ضرب باینری در پیوسته یا باینری در عددسعی تبدیل میشه و قطعا قابل خطی سازی خواهد بود. البته خواهم گفت در پایان چه زمانی از این تکنیک استفاده کنید. فرض کنیم که ما یک متغیر حالا اینتیجر داریم، به عنوان مثال این متغیر ما اسمش x. خب که یک متغیر اینتیجر برای ما، یعنی میتونه حالا ما فرض میکنیم حالا دیگه اینتیجر مثبت، یعنی فرض میکنیم که اعداد مثل 0 1 2 3 تا الی آخر رو میتونه بگیره، یعنی اعداد طبیعی و حالا همچنین عدد 0 و میخوایم این رو حالا تبدیل کنیم به یک سری متغیرهای باینری. خب قطعا اولین چیزی که واسه ما مهمه برای این تبدیل کران بالای این متغیر هستش. یعنی ما حتما در این ترانسفورمیشن یا در این تبدیل متغیر عددسعی به باینری باید کران بالای متغیر رو یا بدونیم یا اینکه اون رو به عبارتی پیش بینی کنیم یا حدس بزنیم که چجوری میشه در پاسخ نهایی. من اینجا واسه یه متغیر فرض میکنم که x کران بالاش یک آپر باندیه، UBه. پس این UB اطلاعاتی هستش که من یا دارم یا باید بالاخره به صورت هیوریستیک به دست بیارم. یعنی مثلا میدونم این متغیر کران بالاش 7 10 100. اوکی، حالا به عنوان مثال فرض کنیم 7. خب در ساده ترین تبدیل ممکن که یک تبدیل کاملا ناکارا هستش، قطعا میتونیم بگیم خب من به اندازه این UAB متغیر باینری تبدیل میکنم، تعریف میکنم و x مساوی میشه با سامیشن به عبارتی مثلا y k مساوی با 1 تا UAB و میتونم این رو جایگزینش کنم. یعنی به عبارت دیگه به جای x هم همیشه این عبارت سمت راستش رو می نویسم که حالا بسته ای که x میخواد چه مقداری بگیره، برخی از این y ها مقدار میگیرن. اما این تبدیل و در واقع این ترانسفورمیشن خیلی ناکارا هستش و وقتی UB میره بالا به اندازه UB متغیر باینری به مدل اضافه میشه و به خصوص وقتی که x چند بعدی باشه خب قطعا به شدت اینتگرالیتی مسئله رو میبره بالا و مناسب نیست. تکنیکی که خیلی حرفه‌ای‌تر و در واقع مناسبه برای این تبدیل اینه که ما یک متغیر عددسعی به اسم UB خب عرض کردم خدمتتون به عنوان کران بالا داریم برای x مون. n رو طوری باید در واقع داشته باشیم که کوچکترین عدد طبیعی باشه که در رابطه 2n منهای 1 بیشتر مساویه با UB صدق میکنه. اوکی، و فقط اثبات میشه فقط به تعداد n متغیر باینری واسه ما کفایت میکنن. پس n کوچکترین عدد طبیعی هستش که در این رابطه صدق میکنه. مثال واسه تو میزنم، فرض کنید که UB برابر با 7 باشه. اوکی، UB برابر با 7 باشه. خب الان n چه عدد طبیعی باشه که 2 به توان n منهای 1 بیشتر مساوی با 7 باشه؟ n کوچکترین عدد طبیعی که میتونه باشه چنده؟ n در این حالت مساوی با 3 کفایت میکنه. خب حالا اگه UB 6 بود باز هم همین 3 کفایت میکرد، ولی اگه UB 8 بود دیگه کفایت نمیکرد، چون در واقع 2 به توان n میشه 8 منهای 1 7 7 از 8 بیشتر نیست. اوکی، مثلا برای 8 دیگه n باید 4 باشه. حل. خب پس به این صورت همون n تا متغیر باینری کفایت میکنه. حالا بعد از اینکه این n رو خیلی راحت به دست آوردیم، میایم اون تبدیلمون رو x به این صورت تبدیل میشه. x مساوی میشود با سامیشن 2 به توان k منهای 1 در y k مساوی با 1 تا n. دقت میکنید؟ حالا این تبدیل، چرا من مشکی رو آوردم؟ این تبدیل
یک تبدیلی هستش که صرفاً n متغیر باینری به مدل ما اضافه شده و قطعاً از اون تبدیل ناکارای اولی خیلی خیلی بهتره و تعداد متغیر باینری کمتری اضافه شده. پس به جای x دیگه من بعد این سمت راستش رو در نظر میگیریم برای مدلمون و یک مجموعی از متغیرهای باینری در حال یک سری مقادیر پارامتر هستن. دو به توان کاملا یکم عددن دیگه با توجه به اینکه داره حرکت میکنه. خب پس اینجا پارت اول این در واقع فایل ویدیویی تموم میشه که یک متغیر پیوسته به این صورت تبدیل میشه به یک متغیر در واقع به مجموعی از متغیرهای باینری. خب حالا یکی از کاربرداشو بخوام خیلی سریع به شما عرض کنم، فرض کنید که شما در یک مسئله اپتیمیزیشن یه همچین عبارتی دارید، مثلا x داره ضرب میشه در یه t، خب که x شما عضو همین z میشه، یعنی عددهای به قول اینتیجر مثبت 0 1 2 تا الی آخر، و t هم میتونه بیشتر مساوی با 0 باشه، t خودش هم میتونه به عبارتی اینتیجر هم باشه. باینری باشه که اصلا دیگه نیاز نیست خود در واقع x در t که t باینری باشه، خب خود به خود دیگه قابل خطی سازی دقیق هستش. اما شما این فرمت رو در نظر بگیرید که t مثلا یک متغیر پیوسته هستش، x هم یک متغیر عددسعیه که کران بالا x رو میدونید، یعنی کران بالا x به عبارتی کمتر مساوی با یه UBه. اوکی، مثلا میگیم x کمتر از 100 200 500 و هر چیز دیگه ای. خب حالا بر اساس این نکته‌ای که خدمتتون عرض کردم، اولین کاری که انجام میدیم اون n مرتبط رو به دست آوردیم که x رو تبدیل کردیم به یک سری متغیرهای باینری، یعنی x رو به این صورت ما نوشتیم دیگه، x مساوی شده با سامیشن k مساوی با 1 تا n 2 به توان k منهای 1 در y k. اوکی، حالا اون n دیگه به صورتیه که 2 به توان n منهای 1 از این UB که تعریف شده این بالا به عبارتی بیشتر مساوی میشه. خب الان این مقدار در واقع این مقدار بایستی ضرب بشه در اون t، درسته؟ پس نهایتا اون x در t من مساوی با چی میشه؟ مساوی با این سامیشن 2 به توان k منهای 1 در y k، اینم k مساوی با 1 تا n در t ضرب در t. خب یه همچین داستانی میشه. خب حالا یعنی یه جور دیگه بخوام بگم این t داخل دیگه، درسته؟ t میاد داخل کلی میشینه، یعنی این به این صورت دیگه. قبول؟ حالا ببینید چه اتفاقی رخ داده. الان تبدیل شده به ضرب مثلا متغیر پیوسته در متغیر باینری. اوکی، که حالا این ضرب متغیر پیوسته در متغیر باینری دیگه خودش قابل خطی سازی هستش و تکنیک‌های خطی سازی این رو بهتون گفتم. یعنی مثلا اینجا فرض کنیم به جای این y k در t تعریف میکنید یه u k، اوکی، و دیگه u k که حاصل ضرب این دوتا هستش، خطی سازیش رو در ویدیوهای قبلی و حالا فایلایی که داخل گروه اپتیمیزیشن یا سایت اپتیمیار هستش کاملا توضیح دادیم دیگه. و پس بنابراین x در t مساوی میشه با یه سامیشن k مساوی با 1 تا n 2 به توان k منهای 1 در u k، که این u k هم خطی سازی y k در t که توضیح داده شده رو من سریع پایین می نویسم دیگه. u k کمتر مساوی با y k که باینری بود y k در m که m یه عدد بزرگیه، u k کمتر مساوی با t میشه و u k بیشتر مساویه با ارزان به خدمت شما t به علاوه 1 منهای y k در m. این هم از اون خطی سازی که چندین مرتبه توضیحش دادیم باینری در پیوسته رو، و این بالا هم خب دیگه یک عبارت کاملا خطی و بعد دیگه جای x در t نشستین، روابط پایینی هم خطی هستن و با اضافه شدن در واقع n متغیر باینری یک متغیر در واقع این و اینو باید در نظر بگیریم که الان برای این خطی سازی ما n متغیر باینری اضافه شده، در واقع n متغیر باینری و UK هم متغیرهای پیوسته مثبتن دیگه، یعنی UK بیشتر مساوی با 0. به چه تعدادی هستش؟ اینم به این تعداده و دوباره
انت هم متغیر حالا پیوسته مثبت دیگه می‌نویسم پیوسته تعریف شده و این در واقع خطی سازی ما با این تعریف از متغیرها به صورت اگزت قابل انجامه. نکته که باید عرض کنم خدمت شما، اگر اون کرانه بالا یعنی اون یوبیه خیلی عدد بالایی باشه، مثلا فرض کنید 10,000 100,000 2 میلیون 3 میلیون، رفته رفته اینتگرالیتی مسئله شما میره بالا و اونجا دیگه این تکنیک خطی سازی که کاملا اگزت هستش ممکنه در عمل افیشینسی محاسباتی خوبی نداشته باشه و موجب کامپلکسیتی مسئله‌تون بشه. پس این معمولا واسه بعد بعد مسئله رو نگاه کنید و این تکنیک رو بزنید و مواظب باشید که مسئله‌تون اصطلاحاً ترکتیبل بمونه و قابل اجرا باشه. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید شده باشه، در واقع مفید بوده باشه. من علی پاپی هستم از آپتیمیار و اگه سوالی بود در گروه تلگرامی آپتیمیار و اپتیمیزیشن و اپریشن ریسرچ و همچنین خود سایت آپتیمیار میتونم در خدمتتون باشم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.